هممون صحنه‌هایی رو یادمونه که نیکای شاکرمی چطور لای ماشینا با یه حس بچگانه قایم بوشک بازی میکرد با مامورایی که میخواستن بگیرنش. هرس میخوردیم که چرا بقیه راننده ها نیومدن بیرون، چرا کمکش نکردن، که شد برامون این داغی که تا ابد مونده. سیل که میاد توی روستا همه روستا رو با خودش میبره. نمیپرسه که تو خونه کت خدایی یا خونه فقیرترین فرد. این عذاب و ماتم و فقر و بدبختی مال هممونه. حالا اگر که پشت هم در نیاییم، اگر که جایی که باید درست عمل کنیم درست عمل نکنیم، بعداً دوباره زندان رفتنا و اعدام کردنا و نابود شدنا میشه مصیبت هایی که به سر هممون پیاده میشه. حواسمون باشه الان باید چیکار کنیم تو این بزنگاهی که یه سریا انقدر شرافت و شجاعت دارن که جلوی ظالم واسطادن، ما هم پشت اونا حداقل بایستیم.